اگر فکر کردی اسم دانمارک از روز اول روی نقشه بوده، باید بدونی اصلا همچین خبری نیست. قدیمی ترین جایی که اسم دانمارک ثبت شده نه تو کتاب بوده نه روی پرچم، بلکه روی یک تیکه سنگ بزرگ توی یوتلند بوده. یوتلند همون یولند فعلی ماست. اسم این تیکه سنگه بوده سنگ یلینگ و زمانش میرسه به حدود سال 955 میلادی. اون سنگ رو پادشاهی به اسم هارالد بلاتون بنا گذاشت و توش نوشت که من، یعنی اون پادشاهه، کسی هستم که هم دانمارک و نروژ رو متحد کردم و هم مردم دانمارک رو مسیحی. یعنی اون پادشاهه رو تیکه سنگ این رو نوشت. پس اولین سند تاریخی از واژه دانمارک نه توی خورشید بوده، نه تو افسانه‌های قرون وسطا، بلکه روی یک تیکه سنگ یادگاری از دوران وایکینگ هاست. حالا بریم برای سوال. واژه دانمارک اولین بار در کجا دیده شد؟ این سوال جزو سوالات آزمون رسمی شهروندی دانمارک در سال 2024 هم بوده. مورد اول، روی خورشید حدود 1300 سال قبل از میلاد. در کتاب تاریخ دانمارک نوشته ساکسو در حدود سال 1200. روی سنگ یلینگ در یوتلند حدود سال 955 و یا روی پرچم نخستین پادشاه دانمارک. جوابشو شما بنویسید.